در قسمت‌های قبل شاهد این بودیم که خب کوروش پیش دوتا چوپان عزیزی که خودشون هم چیزی نداشتن بزرگ شدن، ولی در کنار این بزرگ شدن با خیلی از افرادی که شایسته و وایسته یاد دادن بودن آشنا شد و تونست خیلی چیزها بیاموزه. و یکی از بخش‌ها این بود که 3 مسافر دانا رو ما شاهدش بودیم. یه مبحثی که من الان لازمه بگم خدمت همه عزیزان این هستش که در خیلی از کتاب‌های تاریخی ما اطلاعاتمون خیلی کامل و جامع نیست، یا خیلی جا هستش که اطلاعات ناقض همدیگه میشه. به خاطر همین از الان با این دید نگاه کنیم که تا اونجایی که بشه، من به عنوان اینکه این کار رو نوشتم سعی میکنم تو اون اطلاعات و کتاب ها و تحقیقاتی که انجام شده سعی میکنم که وفادار بمونم، ولی به عنوان یک نویسنده، یک داستان نویس، سعی میکنم برای اینکه داستان جذابتر بشه یک بخشهایی رو اضافه کنم. سوالی بود که خیلی از دوستان پرسیده بودم و جوابش اینه که بله، این 3 مسافر دانا ساخته و پرداخته خود بنده هست و وجود خارجی یا سندی نداره و خیلی جا هم همینطوری هست. اما به جذابیت داستان باید فکر کرد و اینکه دلایلی که میتونه باعث بشه که بگیم کوروش به این دلایل تونسته در خیلی جاها تصمیمات مهمی بگیره، آدم باسوادی بوده، آدم باهوشی بوده و تک تک اینها کنار هم قرار میگیره که ما متوجه بشیم که کوروش چه شخصیتی داره. خیلی سپاسگزارم از اینکه شما کارهای ما رو لایک میکنین، سابسکرایب میکنین و در آخر زنگوله هم فشار بدین و اینکه در اینستاگرام، تلگرام کارهای ما رو به اشتراک میذاریم. سپاسگزار از همه شما عزیزان که این کار رو تماشا میکنید. کوروش، پدر سرزمین پارس، پاره 8. بدرود خاک مادری، از زبان کوروش. پگاه سردی بود، نه از آن سرماهایی که پوست را می سوزاند، از آنهایی که پیش چشمانت ابری می سازد تا اشک دیدگانت از دیدگان نزدیکانت پنهان شود. خورشید گویی از رفتن من شرم داشت، پشت ابر مانده بود. باد بیقرار بود چون دل من و آتش زبانه‌ای نداشت تا قد و قامتش رامشگری کند. سپاکو کنار تنور نشسته بود، تنور خاموش، نه نانی نه آتشی، تنها خاکستری از خاطره ها. چشمانش به دوردست خیره بود که هیچ کس نمیدید جز مادری که فرزندش را از دست میدهد بی آنکه زاییده باشدش. گفتم مادر. نگاهم نکرد و تنها صدایش لرزید. شاید مادر نباشم، اما دلم مادر است. تو را از خاک برداشتم، نه از خون، و دل فرق خون و خاک را نمیفهمد. اشک در چشمانم حلقه زد، نه از ترس، نه از تردید، که از سنگینی عشقی که بیلاف بود. میترادات، مردی که هیچگاه نوازشم نکرد، اینک ایستاده بود با دستی که میلرزید، پدرانه. تو را از مرگ گرفتم و اینک تو را به زندگی می سپارم. اگر روزی شاه شدی به یاد داشته باش که شاهی از دل آغاز می شود، نه از زر. خم شدم، دست میترادات را گرفتم. سرد بود، لیک درونش آتش داشت. بوسیدم و گفتم تو مرا ساختی،
بی آنکه بدانی چه میسازی و من هرگز فراموشت نخواهم کرد. اگر روزی تاج بر سرم گذاشتم، نخستین اشک را از شوق برای تو خواهم ریخت. سپاکو گفت: برو فرزندم، برو، و اگر روزی دلت گرفت به یاد داشته باش که این خانه همیشه بوی نان دارد و این دل همیشه جایی از آن تو. میترادات پیش آمد، دستش را روی شانم گذاشت. برای نخستین بار او را حس کردم، نه چون پدر، چون کوهی که پشتت ایستاده بی آنکه لب به سخن بگشاید. و من کوروش، فرزند مهر و خاموشی، راهی شدم، بی آنکه پشت سرم را بنگرم، با دلی که هر گام فشرده تر می شد. در دل دشت صدای نای نایرا هنوز در گوشم بود. در دستم چوبی بود که باران به من داده بود و در یادم واژه‌ای بود که آترن در دل من کاشته بود: پرسش آغاز پادشاهی است.